بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبان و همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو شایان دنیا دیده هستم. خیلی خوشحالم که امروزم به اتفاق همکارانم در SNN TV با یک برنامه گفتگو محور دیگه در خدمت شما هستیم. خب در ادامه سلسله گفتگوها که داشتیم با محوریت بررسی ابعاد جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمون، امروز هم در استودیوی SNN TV در خدمت میهمان عزیزی هستیم، حجت الاسلام محمد علی ابتهی، فعال سیاسی اصلاح طلب و رئیس دفتر رئیس جمهور در دولت‌های هفتم و هشتم که امروز دولت‌های خاتمی. افتخار داریم که در خدمتشون هستیم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما جناب. منم عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت همه همکارانتون و همه بینندگان عزیزی که این برنامه رو چه الان چه بعداً پیگیری میکنه. حاج آقا اصرار تو چی بود که بگیم دولت‌های خاتمی؟ اصرار من به خاطر این بود که این دولت‌های خاتمی بود با همه افتخاراتی که داشت و حسم این بود که شما از اون ور دوست نداشتین که اسمشو بیارین. نه دیگه، چون گفتیم که اون جایگاه حقوقیتون رو می‌خواستیم اشاره کنیم، نه اینکه حالا صرفاً شخص مد نظرمون اونقدر 12 13 که لازم نبود بگی که حالا عرضم به خدمتتون که در جهت مبارزه با به اصطلاح ممنوع تصویر بودن و ممنوع صدا بودن آقای خاتمی. سلامت بشید. عرضم به خدمتتون اول که کار برنامه‌تون نگیرن جلوشو. نه آقا، نه خیالتون راحت بشه. یه بیوگرافی کوتاهی میگید از فعالیتاتون، خیلی کوتاه، از کجا فعالیت رو شروع کردین که حالا مخاطبمون در جریان قرار بگیرن، هم که حالا آشنا بشیم باهاتون. شاید خیلی از جوونا برنامه رو ببینن واقعا ندونن که فعالیت شما. من قبل از انقلاب آدم مبارزی بودم، ارتباطی داشتم با مرحوم داییم شهید هاشمی نژاد، مرتبط بودم با کلاس‌ها و رفت آمدایی که ایشان داشتن با آیت الله خامنه‌ای، خدمت ایشان بودم و به عنوان یک طلبه مبارز شناخته می‌شدم. پدرم البته چهره معنوی بود در مشهد ولی تو حوزه مبارزه نبودن. پس قبل از انقلاب با آقای خامنه‌ای ارتباط داشتین، آشنا بودین؟ بله زیاد خدمتشون درس خوندم. بعد از انقلاب یه مدتی رادیو تلویزیون مشهد و شیراز بودم. بعد دیگه از اول جنگ، از اول فتح خرمشهر تو بحران جنگی شدم مدیر رسانه زدید. پس مدیر رادیوی ایران اجرایی رو 5 سالی مدیر رادیو بودم تو دوران جنگ و موشکباران تهران و اینها. بعد رفتم وزارت ارشاد، آقای خاتمی وزیر ارشاد بود. سابقه رسانه‌ای هم داشتین قبل از اینکه وارد رادیو بشین؟ من قبل انقلاب همین مثلا این دوربینای سوپر 8 داشتیم و نمیدونم اون موقع به همین مقدارا دیگه ارتباط داشتن با رسانه به من یه سنی هم نداشتیم. ما مثلا 18 سالم بود دیگه. راحت رئیس میشدیم. بله دیگه، یه انقلاب شده بود دیگه، بالاخره می اومدن اولش دیگه. سن سالم خیلی مهم نبود. آخه پیرمردای ما 50 سالشون 47 سالشون بود، الان 90 سالشونه. بعد کمتر از 50 سال رو جوان نمیدونن. اون موقع خودشون جوان، خودشون پیرمردای انقلاب بودن، مثلا آقای هاشمی، آقای شما ماشاءالله جوان اینا هنوز. نه بالاخره سن زیادی کردم. حالا نهایتاً در بعد از این مدتی رفتم 3 سالی لبنان، رئیس دفتر رادیو تلویزیون بودم باز تا آقای خاتمی کاندیدا شد و آمدم تو ستاد آقای خاتمی و رئیس دفترش بودم 4 سال اول. 4 سال دومم معاون حقوقی پارلمانی و آخرش هم قسمتی مشاورش بودم و یه مؤسسه گفتگو ادیان هم داشتم و الانم بعد از اتفاقات 88 دیگه تا الان هیچ اداره دولتی رای ندادن، نرفتیم. الان سمت اجرایی که فعلا ندارید؟ اصلا ندارم. نه الان خیلی ساله. کجا مشغولین الان کلا؟ میگم ندارم. کلا میگم چیکار میکنید؟ هیچی، خونه. خیلی دوره خوبیه این دوره زندگی ماره. میرم تو کار هنری، فیلم میبینم، نمیدونم تئاتر میرم، کتاب 2 تا رمان نوشتم من. رمانم پارسال انتشارات ققنوس چاپ کرد. روزمره و درآمد اون چه جوری میگذره؟ بازنشستم من آخه. از سال خیلی هم عالی. این تایم جنگ توی زندگی پر تلاطمی که من داشتم
این دورم خیلی دوره خوبی بود، یعنی خیلی تلاطم بود. یه وقتی میگفتن همه کشور فلانی اداره میکنه، زمان آقای خاتمی اونایی که با منم خوب نبودن اداره میکردن الان یا نه؟ سعی میکردم اداره کنم آره. پس اداره میکرد؟ سعی میکردم. یه 2-3 شبم منتظر بودم اعدامم کنن. چی پس نبودید؟ نه 2-3 شبم منتظر بودم اعدامم کنن تا این مراحل خیلی فاصله بین اونجا و اینجا، این مراحل مختلفی تو زندگی نوسان خیلی نوسان خیلی نوسان. اعدام دلیلش چی بود؟ تو 88 آقای مرتضوی شب اومد توی اتاق من و بعد یه میزچه‌ای آوردن و گفتن که وصیت‌نامه‌تو بنویس. از این حرف. حالا واقعا کاری کرده بودین؟ من نه، من 88 مثل همه انتخاب اصلا سوالی غیر از اطلاعاتی از آقای خاتمی و کروبی و سیاست و اینا مثلا تو انتخابات مشکل نداشتم که بپرسم، ولی خب یه بهانه‌ای بود که اشتباه کردن. منم هنوز هیچ وقت توی این سالها به تو رزومم دستگیری سال 88 رو خیلی مطرحش نمی‌کنم، به خاطر اینکه معتقدم انقلاب مال ماست، نه مال اونایی که ما رو گرفتن. اونا بیخود کردن. چون یه سری حرفم تو دادگاه زده بودین روی این حساب. خب دیگه به حساب خاصی بود که زدن دیگه. چی بود حسابش؟ حسابش حالا شما ان شاءالله نصیبت بشه. خودت اونجا حسابشو میفهمی دلیلش. یعنی هیچی نبوده این اعتراف و اینا پشتوانه نداشته یعنی. دیگه بعیده کسی حرفای تو زندان کسی رو باور کنه. ان شاءالله که خیر. عرضم به خدمتتون که شما محضر امام رو هم درک کردید دیگه، از همون ابتدای انقلاب و اینا که از اصول مبارزاتی امام بحث مبارزه با رژیم صهیونیستی بود، از همون ابتدا و مبارزه با مسئله اشغالگری. خب مثل که مشکل فنی به وجود اومده، یه کوتاه یه چیزی رو ببینیم و برگردیم ادامه برنامه رو در خدمتتون هستیم. خب سلام مجدد خدمت مخاطبان SNN TV. عذرخواهی می‌کنم بابت مشکل فنی که به وجود اومد. به هر حال برنامه پخش زنده است و طبیعی هستش که این مشکلات به وجود بیاد. اشاره داشتیم به بحث اصول مبارزاتی حضرت امام تو بحث مبارزه با اشغالگری و
نهی رژیم صهیونیستی به اصطلاح، یه سوالی که شاید امروز جوونا بپرسن و ما قاعدتا باید بهش پاسخ بدین و البته شما باید بهش پاسخ بدید. آقا ما اصل دشمنیمون با رژیم صهیونیستی ریشش از کجاست؟ این رو خیلی صریح و در واقع ملموس بخواید صحبت بکنید به چی باید اشاره بکنید؟ ببینید مبارزه با اسرائیل یه سابقه تاریخی داره که خیلی قبل از انقلاب ماست. یعنی شما مثلا از سال 40 و اینا اگر نگاه بکنید، هر روشنفکری که عمومتاً روشنفکرای اون موقع روشنفکرای چپ بودن، توی ایران هم نه، تو همه جای دنیا، از علائم روشنفکری مخالفت با رژیم اسرائیل بود. یعنی روشنفکری یعنی چی دقیقاً؟ روشنفکری من میگم همه روشنفکرایی که توی ایران، تو جاهای مختلف دنیا رمان نویس بودن، شاعر بودن، نمیدونم قصه نویس بودن، فیلم ساز بودن، اینا اونایی که کمی تنها اونایی که سیاسی بودن از همون موقع مخالفتشون رو با اسرائیل داشتن. این یعنی یکی از پارامترهای تعیین، مثلا مخالفت با آمریکا هم همینطور بود. این بیسی بود که بر اساس اون انقلاب ایران هم شکل گرفت. یعنی میگید که ریشه تاریخی داره بحث مبارزه با قبل از صهیونیستا. آره، به خاطر اشغالی که کرده بودن، به خاطر جنگایی که انجام میشد، مثلا جنگایی که با این 4 کشور عربی داشتن، 6 روزه شکست خوردن این 4 کشور عربی. همه دنیا یک طراحی بود که یه نقطه غرب داشته باشه وسط این کشورهای عربی که اینا انسجامی پیدا نکنن. خب به همین دلیل هم روشنفکرها باش مخالف بودن. خب این تو پهلوی، تو دوران رژیم پهلوی ما این خیلی شاید نمود نداشته. قبول دارین این مسئله رو؟ ببینید در دوران رژیم پهلوی ارتباط بین رژیم پهلوی و اتفاق بحث حکومت من نمی‌کنم، بحث روشنفکرها رو می‌کنم. شاید یکی از متداول‌ترین اتهاماتی که همه روشنفکرایی که قبل از انقلاب زندان افتادن، نه فقط روحانی، همه روشنفکرایی که روحانیت منظورتونه؟ بله، همه روشنفکرایی که زندان افتادن یکی از اتهاماتشون مسئله مخالفت با اسرائیل بود. مصداق دارین آقا که ملموس بشه بحثی مقداری؟ تقریبا همشون، اونا که چون بحثایی که اون موقع مطرح می‌کردن مخالفت با آمریکا و اصلا فلسفه چپ که در اختیار روشنفکرای ما عمدتاً چپ بودن، فلسفه چپ مخالفت با امپریالیسم بود که امپریالیسم خب آمریکا بود و علاوه و پیوست امپریالیسم هم اسرائیل بود. حتی تو منطقه که ایران پهلوی کشوری بود که ژاندارم منطقه رسما اعلام میشد و بعد اون موقع اتحاد جماهیر شوروی بود و این تکنولوژی ها نبود و میبایست مثلا پاسداری بکنه از منافع آمریکا در مقابل اتحاد جماهیر شوروی. نمیدونم شما در مازندران یه شهرستانی هست، بهشهر، که منم مادرم اونجاییه، یه گنبد بزرگی بود اونجا چون نزدیکترین نقطه بود به اتحاد جماهیر شوروی، که مثلا جاسوسی فنی ترین شکلش این بود که باید در نزدیکترین جاش اونجا باشه، یا هواپیما بفرستن بالا بره دور بزنه، که توی اون ماجرای سازمان ملل رو نمیخوام اونا رو بگم، تونسته بود اتحاد جماهیر شوروی یک دونه هواپیما آمریکایی رو بزنه که اون می‌خواست فقط عکس بگیره ببینه اونجا چه خبره. با تکنولوژی الان جوانای ما نمیتونن مقایسهش بکنن. یک چنین فضایی که میخواست اتفاق بیفته و طبیعتاً توی این منطقه مورد اعتماد ترین رژیمی که خودشون معروف بود به ژاندارم منطقه، که این کشورهای کوچیک خلیج فارس هم زیر پوشش این ایران بودن، تو با همه این حرفها و با همه این وضعیت تا آخر هم رژیم شاه اعلام رسمی پذیرش اسرائیل رو نکرد. یعنی توی این اختلافات منطقه و اینا، با اینکه اسرائیل خب بالاخره یعنی فشار روشنفکران باعث شد که این اتفاق نیفته، فشار عمومی توی جامعه جهانی. ولی اساسا رژیم پهلوی دنبال این قضیه بود که بله، یک دفتر حفاظت منافعی داشتن اینجا توی خیابون همین فلسطین. ولی توی خاطرات مثلا علم و اینا هم بخونید، ملاقات‌های خصوصی سری انجام میدادن که مثلا فقط علم میدونه و شاه میدونه و
2 نفر آدم که از اسرائیل کسی بیاد، یعنی به صورت دو فکتو در حقیقت بله میشناختنشون. یه چیز تاریخی بود. بر اساس همین هم شکل انقلاب شکل گرفت و البته این میزانی که الان شاید برای جوونا بد نباشه اینو من بگم نسبت به امام مطرح میشه در ارتباط با مخالفت با اسرائیل، این میزان مبالغه آمیزیه. چیه میزان درست؟ ببینید مثلا 2-3 تا مورد رو من بگم. تو جنگ ایران و عراق چیز شد، اسرائیل حمله کرد به بیروت. ایرانیا سپاه و نمیدونم رئیس جمهور وقت و اینا مجموعه ای رو سازماندهی کردن برن سوریه دفاع کنن از لبنان. بله. اینا رو شاید مثلا دوستان ما کمتر بدونن. برن دفاع کنن از لبنان. امام بیانی داد همه اینا برگردن. بعدم استدلالش این بود که راه قدس از کربلا میگذره. این الان خیلی پخشه دیگه. بله. کلمه راه قدس از کربلا میگذره یعنی ما یه جنگ داخلی داریم، منافع ملیمون مهمه. اولویت رو امام بر این میدونست در اون زمان. عراق که آمده اینجا حمله کرده، ما کربلا به معنای سمبل یک کشور متجاوز. حالا اگر نمیخواست بگه که ما به قدس کاری نداریم، به قدس هم خواستیم بریم، باید اول مشکل داخلی حل بشه. یعنی اون زمان به هر حال تفسیر امام بر این بوده که راه قدس از کربلا میگذره. معناش اینه که شاید یک زمانی بعد استراتژی عوض بشه، ما استراتژی عوض بکنیم. من ببینید شما پرسیدی که نظر امام چی بوده. من دارم میگم، من میخوام بگم که امام خیلی واقع بین بود سر قضیه اسرائیل. چند بارم مثلا بحث شده بود، گفت بودن اسرائیل بالاخره کشوری که همه دنیا دنبالش مواظب باشه تو جنگ عراق و اینا اسرائیل وارد نشه. کی گفته بود اینو؟ امام. بعد این وضعیتی هم که راه قدس از کربلا میگذره، خب بالاخره میگه که ما یه جایی داریم، یه کشوری داریم آمده به ایران ما حمله کرده. و این اگر زمان امام داعش در سوریه می اومد و اون اتفاقاتی که ما الان در مثلا سال 93 به بعد شاهدشون اتفاق می افتاد، باز همین استراتژی پیاده میشد؟ نمیدونم، من که علم غیب ندارم، ولی خب معتقدم خیلی از این اتفاقات در اثر سیاست‌های ما اتفاق افتاد. کدوم اتفاقا؟ همین اتفاقات ساخت داعش یا مثلا درگیری‌هایی که مصداق میاریم. خب ببین ما ساخت داعش سیاست‌های جمهوری اسلامی بود آقا؟ میتونه باشه. یکی از مثلا اتفاقاتی که بود، بالاخره ما یک کشوری که قرار بودی که منافع دنیا رو حفاظت بکنه به نام اسرائیل تو منطقه داشتیم. خب تمام این اطراف این منطقه رو با سیاستی که ایران داشت مهار کرده بود دیگه در مورد اسرائیل رو. و یعنی شما اسرائیل رو الان یک کشور میدونید که در اون زمان میخواست حافظ منافع منطقه باشه؟ نه چرا اینو میگی؟ الان جمله خودتون بود. نه من گفتم که اون حافظ منافع آمریکا. گفتید حافظ منافع منطقه. نه ببین گفتم اونجا در منطقه یک کسی گذاشته بودن که این حافظ منافع آمریکا باشه، توی اطراف این کشور همه جاش رو سیاست‌های ما گرفته بود. توی سوریه، توی لبنان، توی عراق، توی یمن، تو همه، یعنی از هر جایی که نفسکش میتونست داشته باشه. خب این کشور یک کشور وحشی هم بود. این کشور یک کشوری هم نبود که با فقط اروپا مثلا وصل باشه، با کل دنیا وصل بود. خب ما هم یه سیاست‌های چیزی داشتیم دیگه که سیاست منطقه‌ای منظورتون؟ سیاست منطقه‌ای که البته خب اون سیاست‌ها در این چند ماه گذشته شکست خورد. هم در درست بود اون سیاست‌ها یا نه؟ به نظر مثل تجربه 12 روز جنگ نشون داد که شاید درست بود اون سیاست. یعنی ما اگر موازمون رو حفظ می‌کردیم در نزدیکی رژیم، شاید اگر میتونستیم حفظ بکنیم دیگه. نه اصل سیاست رو من دارم میگم. خب میگم اگر اصل سیاست منجر به این بشه که اون سیاست‌ها آسیب ببینه، عراق آسیب ببینه، سوریه از دست ایران بره، اونا مقدمه این جنگ بود دیگه. اونا هم جزئی از این جنگ بود. یعنی اگر اون سیاست اجرا نمیشد، اسرائیل به این سمت حرکت نمی‌کرد؟ به سمت شما می‌خواید من به پیشگویی برسونی؟ من نمیدونم، پیشگویی واقعا بلد نیستم. نه من ولی دارم در تحلیل میگم که در تحلیل اینه که یک کشوری مثل اسرائیل رو که وحشی ترین کشور دنیاست و یک سال هم توی غزه وحشیگریش رو نشون داده بود،
بالاخره تحت تاثیر این سیاست از این سیاست استفاده کرد و آمد و حمله کرد دیگه. این حمله بی‌دلیل وسط مذاکرات، موشک رو کوبوند وسط میز مذاکرات و این حمله تلخ رو ایجاد کرد. سیاست‌های ما فقط دشمن رو که نمیخوام، الان یه سوالی من میگم دشمن رو فقط نمیخوام نقد کنیم، درسته؟ الان سیاست‌های ما باعث حمله شد، یعنی منظورتون اینه؟ نه، من منظورم این نیست که فقط سیاست‌های ما باعث شد، ولی این سیاست‌ها هم تاثیرگذار بود. میگم اگر این سیاست‌ها نبود، چون من الان مثلا مصداقی اگر بخوام بهش بپردازم، ما همین یکی دو ساعت گذشته شاهد حملات مستقیم رژیم به سوریه بودیم. سوریه‌ای که الان داشت به سمت عادی‌سازی میرفت آقای جولانی برای رابطه با اسرائیل. خب ربطی به این بحث من نداره. نه دیگه من میخوام مثلا، یعنی میگم که اون الان این رژیم جدید سوریه که من میخوام بگم که این جنگی که علیه ما انجام شد، این جنگی نیستش که همین 12 روز باشه. این جنگیه که آغازش مثلا حداقل از سقوط سوریه است که اون سیاستایی که ما داشتیم. بالاخره ببینید درست بود اگر حفظ میشد آجا. نمیدونم شما ممکن نظرت این باشه، ولی نظر شما چیه؟ من نظرم این که دو تا بحث بود در طول این دهه گذشته. یه بحث این بود که ما یک زندگی نرمالی با دنیا داشته باشیم، قدرت خودمون رو داشته باشیم، داخلمون رو قوی بکنیم، تحریم نباشه، جامعهمون بتونه از نظر اقتصادی نفس بکشه، از این حالت بحران سخت بیرون بیاد، با هر نوع ارتباطی که میخوام با دنیا داشته باشیم. واقعا اونا میذاشتن ما زندگی نرمال داشته باشیم آقا؟ یعنی حداقل من در تجربه قبلش کاری ندارم. من دو تا سیاست رو بگم. یک سال گذشته یکیش میگفتم. یکیش اینجوری بود، یکیش این بود که نه، هر دو تاش هم شاید استدلالایی بود پشتش، که ما باید از نظر سیاست منطقی قوی باشیم، باید از مرزهای دور ایران رو حفاظت کنیم. خوب بود یا نه این سیاست؟ میگم این دو تا سیاست بود. نه خوب بود یا نه؟ اینو من خیلی صریح جواب بدید. من نه، ایراد داشت. ایرادش کجا بود؟ ایرادش هم بود که امروز به این وضع افتادیم. یعنی اگر ما سیاست منطقی رو نداشتیم الان نه میتونستیم ما در طول این امروز تنها نیستیم که این حرفو میزنیم. ما سال‌هاست این حرفا رو داریم میزنیم. جولانی سیاست ببین سال‌هاست ما داریم این حرفا رو میزنیم، خب ولی عمل نمیشد. اون سیاست برگزیده شده بود. حالا الان وقت شماتت نیست بعد از اینکه دشمن حمله کرده. آقای قبطی سال 1392 اگر مسئولیتی داشت چه سیاستی رو در قبال رژیم و در قبال حالا خیلی بودن همون سالا مسئولیت داشتن ولی دیدگاهشون مطرح داشته در کشور. میدونم خیلی کسا بودن که همین نگاه رو در سمت‌های عالی رتبه ترین سمت‌ها داشتن. نه شخص شما به عنوان کسی که در دولت حضور داشتید بله. سال 92 بوده، داعش اومده داره 92 شروع نیست. 92 شروع نیست. این سیاست یه سیاست دراز مدت تریه که کل منطقه دارم از 92 که داعشی اونجا شکل گرفت در واقع. خب میگم دیگه این پله سوم تحریر شام، میگم پله سوم بحثه. ولی مهم اینه که آیا توی این وضعیت ما میتونستیم سیاست نرمال سازی با دنیا داشته باشیم یا نه؟ خب خیلی از رهبران کشور همین اعتقاد داشتن. سیاست نرمال سازی چجوری آقا؟ سیاست نرمال سازی ما میتونستیم باشه که مردم ما اول باشن، این وضعیت اقتصادی مردم ما نباشه، از نظر تحریم ها حذف تحریم ها اولویت باشه، نه اینکه تحریم ها رو کاغذ پاره بدونیم، هی تحریک بکنیم دشمن رو. البته دشمن خبیثیه ولی هی تحریکش بکنیم. چجوری تحریک کردیم دشمن رو؟ همین که گفتیم که ما هم از زمان دولتی شما که خودت شما سمت داشتید. نه من میخوام تاریخ رو با هم بررسی کنیم، به جواب برسیم. میخوام خودت صحبت کنی. شما سمت داشتید از زمانی که دولت آقای خاتمی بودن. ما سیاست تعامل و مذاکره با غرب رو بردیم جلو. حالا ما میگیم در اون 8 سال مذاکره نکردیم که در صورتی که مذاکره هم کردیم، در همون 8 سال هم ما مذاکره کردیم. باز دوباره دولت آقای روحانی اومد که باز ما مذاکره کردیم، دولت آقای رئیسی اومد مذاکره کردیم، دولت های پزشکیان هم. یعنی من میخوام بگم که در طول این حداقل 30 سال خیلی کار دیگه من نمیخوام میگم الان دوره شماتت این سیاست نیست چون آسیب دیده. خب والا ما مذاکره کردیم، بسیار مذاکرات ضعیفی و یعنی ضعیف این محتواش نمیتونستیم تو همه موضوعات صحبت کنیم، ولی مرتب تحریما بهمون اضافه شد.
آمدن گفتن که تحریم‌های کاغذ پاره بیشتر نیست. این که عین تعبیری بود که آقای احمدی نژاد کرد. نمیدونم جشن کیک هسته‌ای گرفتن. خب اینا دنیا رو تحریک میکرد، هیچ دلیلی به تحریک هم نداشتیم. ما میخواستیم یک زندگی بکنیم. ببینید مهم اینه که برای یک سیاستمدار یا برای یک مدیر کشور مردم کشورش اصل باشن، رفاه مردم کشورشون اصل باشن و تو تحریم ها نمیشد این. خب چرا این تحریمه برداشته نشد بعد از این همه سال مذاکره کردن و تعامل با غرب در دولت‌های مختلف و به اشکال گوناگون؟ به خاطر اینکه مذاکره نبود. ما جزو MPT هستیم، درسته؟ ببینید میگم شما میخواید منو بکشونید به اینکه شماتت وضعیت فعلی بکنیم. منم معتقدم که در وضعیت فعلی به دلیل جنگ دیگه الان دوره‌ای نیست که ما این وحدت و انسجام رو بشکنیم و بخوایم بگیم که ما این دیدگاه رو داشتیم دیدید نشد. اینا رو من جزء نه، چون نقد کردید شما سیاست رو، اون سیاستی که حالا سیاست منطقی بود، من می‌خواستم به جواب برسیم و به نتیجه برسیم. عرضم به خدمتتون که الان مقداری بحث رو ببریم جلو. صحبت میشه در خصوص تفاوت بین آمریکا و رژیم صهیونیستی و مشخصاً تفاوت بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو و اینکه ما باید بین این دو تن اختلاف بندازیم. اصلا تفاوتی وجود داره به نظر شما؟ بله حتما داره و من معتقدم که از هوشمندانه ترین سیاست هایی که الان توی ایران داره گرفته میشه و به خصوص آقای پزشکیان توی مصاحبه اخیرش خیلی روش موفق بود. مصاحبه موفقی می‌دونید مصاحبه پزشکیان رو؟ توی مصاحبه موفق اخیرش بحث فاصله انداختن بین ترامپ و نتانیاهو فاصله افتاد بعد از مصاحبه. ببینید مهم نیست که افتاد یا نیفتاد، مهم اینه که این نگاه سیاسی که یک نفر یه رئیس جمهور داره ارائه میکنه نتیجه میرسه این سیاست. من میگم که آقای ترامپ ایران آشفته پس از فروپاشی رو دوست نداره. چرا؟ به خاطر اینکه منطقه آسیب می‌بینه. یعنی این قراردادهایی که الان با این کشورهای منطقه بستن، خب اینا همه مسائل مالیه دیگه، شوخی که نبود که با این همه اهانت طلب آمدن بستن. خب ایرانی که بخواد سقوط بکنه قطعا این کشورها آروم قطعا منافع ایالات متحده رو بیشتر تامین میکنه. ایران سقوط کرده و ایرانی که به سمت رژیم چنج ولی برای رفته. سقوط کردن تمام منطقه رو هم وقتی کسی داره غرق میشه میتونه همه منطقه رو هم به خودش غرق کنه. خب هر حال مدتی به قطعا به نظرم پیش بینیاش هم شده وقتی یعنی شما میگید بدون چراغ سبز آمریکا رژیم حمله. چرا دفاع میکنی از ترامپ؟ من از ترامپ دفاع میکنم. شما هری ترامپ سفید شویی میکنید، من از ترامپ دفاع نمیکنم. بله خب بالاخره من نظرتون میپرسی، من میخوام بگم نظرمو دیگه. میگم که نتانیاهو برعکس من معتقدم که یک ایران آسیب دیده بدون هیچ زیرساختی اون براش مطلوبه، ولی ترامپ که میخواد توی منطقه هم به عنوان منطقه بزرگ و تاثیرگذار خاورمیانه مدیریت بکنه و تاثیرات اقتصادی داشته باشه یا تاثیرات همین سیاسی داشته باشه تو منطقه خاورمیانه، قطعاً به حکومت ایران ضعیف شده بیشتر اهمیت میده تا با ایران سقوط کرده و این دوتا خیلی اتفاق مهمیه، فرق داره بینش و ما حتما باید مراقب باشیم که آقای نتانیاهو که میخواد نابودی مطلق ایران رو ببینه با آقای ترامپی که یه تاجره تو این وسط و میخواد منطقه رو یکم آرومتر نگه بداره فرق بذاره. ما سر میز مذاکره بودیم، دور پنجم مذاکره و آماده داشتیم میشدیم برای دور ششم مذاکرات غیر مستقیم. نه تحریک اتفاق افتاده بود، نه تنشی اتفاق افتاده بود و شاهد حمله ببینید میگید این حمله بدون چراغ سبز آمریکا بوده. یعنی مهمترین دلیل این که ما توی این شرایط فعلی علاقمند یعنی میتونیم استدلال بکنیم به دنیا و نظراتمون رو ارائه بکنیم همین رفتار اسرائیل، یعنی رفتار این که وسط مذاکرات در حقیقت من همیشه تعبیرم اینه که این موشک مذاکرات موشک اسرائیل رفت خورد وسط میز مذاکرات. آقا من یه سوال سریع که من بطور خود جواب بدم. آقا ما جوونیم، جوون دارید صحبت می‌کنید دیگه. میخوام جوونا هم سوال دارن و شروع هیجان دارن و آره. حالا خیلی هم جوون نیست. بعد چند سالمه؟ چند میخواد؟
من میگم که بله این به وسط چیز میز مذاکره خورد و همین دلیل حقانیت ماست. و امروز من اصرار عجیبی دارم که باید هر شکل شده باید زودتر مذاکرات شکل بگیره، دوباره مذاکره کنیم که بریم چیزمون رو بگیریم، حقمون رو بگیریم. یعنی بشینیم اینجا برای خودمون دور خودمون سینه بزنیم که چی اگه دوباره موشک رو زد وسط میز مذاکره نصف شد، باز هم باید بریم حقمون رو بگیریم و باز دوباره بریم مذاکره کنیم و بازم دوباره بریم مذاکره کنیم، به خاطر اینکه هیچ راهی نداره جز اینکه ما حقانیتمون رو به دنیا اثبات بکنیم. هیچ راهی نداره جز اینکه ما با گفتگو بتونیم بگیم به دشمنمون و به مردم دنیا که بابا ما وسط مذاکره بودیم، اینجا اون تبلیغات اروپا و تبلیغات غرب که دست ما نیست. ما اونجا میتونیم تو مذاکرات بیایم مواضعمون رو اعلام بکنیم، بگیم که ما میخواستیم این باشه. ضمن اینکه جنگ، من فکر نمی‌کنم کسی معتقد باشه به نفع هیچ کدوم از طرفه، به خصوص به نفع ایران. چون اسرائیل که دیگه خودش نیست که میجنگه، اسرائیل آمریکاست و همه دنیا، ولی ما باید خودمون بجنگیم. و این انسجامی که بعد از این قضایا پیش آمده با جنگ‌های بعدی بعیده که بمونه و ممکنه آسیب ببینه. ما چون جنگ رو باید جلوی جنگ رو بگیریم، در همه جای دنیا هم اینجوری هستش، باید جلوی جنگ رو بگیریم، باید بریم زودتر مذاکره بکنیم و اعلام بکنیم آقا این الان این تعلیقی که تو جامعه هستش که هیچ کس نمیدونه چه خبره کجا چه خبره. امروز هم خب رهبری اتفاقا همین امروز سخنرانی کردن، هم از دیپلماسی حرف زدن هم از میدان و گفتن هر کدوم بریم با قدرت میریم. اینجوری نبود که در مثل یه دی تند و تیزی که الان افتادن که اصلا مذاکره خلاف است و اینا. ما هی مذاکره کنیم بعد طرف بزنه وسط میز با موشک. رهبری داره اداره میکنه دیگه. اوناشو چی شو اداره میکنه؟ اینکه مذاکره کنیم یا نکنیم. ولی ما مذاکره نکنیم چیزی به دست نمیاریم، ولی مذاکره کنیم میتونیم دفاع از حقانیت خودمون بکنیم. چی به دست میاریم با مذاکره؟ دفاع از حقانیتمون. نه چی به دست میاریم؟ خود همین که دنیا بفهمه که ما حقیم، شاید هم بتونیم در گفتگوها تحریم رو حذف کنیم، شاید بتونیم در گفتگوها مسائل هستیمون رو به نتیجه برسونیم. وسط مذاکره ما جنگ کردیم و موشک خوردیم، فرماندهانمون از دست دادیم، مردم عادی آسیب دیدن. جنگ خوب نبود دیگه. نه ما داشتیم مذاکره میکردیم. میگم دیگه جنگ خوب نبود. ما باید بریم الان ادعا بکنیم همین حقوق خودمون، حقوق مادی، معنوی. این دوره مذاکرات تا کی بعد ادامه داشته باشه؟ باید هر چه زودتر تموم بشه. دوره باطل مذاکرات در بود. شما خیلی مجری طرف چیزی با موضعی، معمولا من حرفی ندارم ولی خب بالاخره تشکیلات شما مورد جاییست که موضع باید داشته باشه. نه من دارم منطقی نگاه میگم این لوپ مذاکرات این تا کجا باید ادامه داشته باشه؟ من میگم که مذاکره به نفع ماست و به همین دلیل هم رهبری بین میدان و دیپلماسی هر دو تا رو به رسمیت شناختن. به نفع ماست بریم حقانیت خودمون رو اثبات بکنیم، بریم دیدگاهمون رو مطرح بکنیم و بریم اون چیزایی که میخوایم شاید بهش برسیم. الان من ایرانم، شما آمریکا، میخوایم مذاکرات جدید رو شروع بکنیم، چی بعد روی میز بذاریم باهاش صحبت بکنیم به نتیجه برسیم؟ باید با هم دیگه قبلش توافق کنیم دیگه. مسئله اتمی هستش. مسئله میدونیم یه چیزایی رو ما توافق نداریم، از قبل بهشون باید بگیم. مثلا سر قضیه موشکی الان همه دنیا خیلی بیشتر از گذشته میتونه با ما همراهی بکنه. وقتی که میبینه که ایران زیر بار موشکی قرار گرفت، خب طبیعیه که ما میتونیم موشکی رو حذف کنیم از گذشته. الان به مسئله موشکی هم گیر دادن دیگه. الان میگم گیر که معلومه میدن اونا. ما میگم تو مذاکره که حرف آمریکا گوش نمیکنن سر مسئله مذاکره که ببین این نیستش که آمریکا دستور بده، که مذاکره اینه که میریم بگیریم بده و بستانه. خب بله من میخوام بگم الان خیلی بهتر از قبل میتونیم دفاع کنیم از اینکه ما باید موشک داشته باشیم، به خاطر اینکه مورد تهاجم قرار گرفتیم. استدلالتون چیه تو این زمینه؟ میگم به خاطر اینکه مورد تهاجم قرار گرفتیم و ممکنه بعداً مورد تهاجم قرار بگیریم. چون ممکنه مورد تهاجم قرار بگیریم، طبیعتاً الان دفاع از اینکه ما موشکمون رو باید داشته باشیم خیلی قوی‌تره تا از قبلی که میگفتن نه اسرائیل به شما چی کار داره، شما همجوری دارید هی موشک درست میکنید. پس میگید که سر مسئله موشکی نباید ما به هیچ وجه کوتاه بیایم. دیاره مذاکره کنندگان میدونن چیکار بکنن. من دارم تحلیل میکنم. من تحلیلم اینه که الان خیلی بهتر میتونیم سر حفظ موشک وایسیم تا گذشته. بسیار عالی. خیلی ممنونم آقا. یه بخش کوتاهی رو ببینیم برگردیم ادامه برنامه رو در خدمت آقای عبدی عزیز خواهیم بود.
خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان SNN TV. ممنونیم که کماکان بیننده ما هستید. گفتگوی به نظرم داغی رو داشتیم با حاج آقای ابطحی عزیز و اگر که حالا وقتشون رو هم داریم میگیریم عذرخواهی میکنیم. عرضم به خدمتتون که یه اشاره داشته باشیم به همین جنگ تحمیلی 12 روزه. مهمترین دستاوردی که به نظرتون ما داشتیم در این طول این 12 روز چی بود آقا به نظرشون؟ من معتقدم مهمترین اشتباه محاسباتی که اتفاق افتاد برای اسرائیلیا و آمریکایی‌ها این بود که در محاسبهشون مردم گم شده بودن، نه در محاسبه اونها. تو محاسبه خود ما هم وقتی که سیاسیون هم که حرف میزدیم، خب اینا هم مردم چیزن دیگه، زن زندگی آزادی هن دیگه. توی اون موقع هجومی که اینا همون مردمی هن که توی 403 هم کشته شدن. اینا همون مردمی هن که تعداد بسیار زیادشون درگیر مسئله حجاب و نمیدونم اتومبیلشون رو بگیرن و 403 رو متوجه نشد. 403 درگیری خیابونی که شد 401 بود فکر کنم. یه 401 بود یه 403. شما نبودی ایران. آها خب بفهم. یعنی کشته شدن چون من بله. 403 رو متوجه. همون که از قول آقای فضلی گفتن که گفته که من به پام زدیم. اون که 98 بود آقا. 98 نبود که. چرا دیگه؟ آقای نه رحمانی فضلی 98. زمان آقای روحانی بود. زمان آقای 98. رئیسی. نه این 403. نه اون تیر به پا زمان آقای روحانی بود که گفتن آقای رحمانی. حالا نمیدونم اصلا چون خودش نشیدم که گفته باشه یا نه یا واقعی خب بود. چرا گفتید پس؟ حذفش باش. حالا بالاخره معروف شد، تو همه جا بود دیگه. من گفتم اون چیزی که معروف شده بود. بله بفرمایید. حالا ببین توی همه اینا توش مردمی بودن که ما واقعا تصور نمی‌کرد کسی بیاد اینجوری. یعنی ببینید طراحی که دشمن کرده بود، طراحی این بود که بیاد در یه شب، چیزای موفقی هم داشت دیگه. بله. یه شب فرماندار رو بزنه، فرداش هم که حمله کردن سران سقوبه رو بزنن. بعد توی یک چنین شرایطی زندان هم که زدن که اینا آزاد بشن. بعد توی چنین شرایطی بخش اطلاعاتی کشور رو بله. زدن. خب توی این شرایط حالا اطلاعاتی که نمیدونم محرمانه است یا غیر محرمانه، نه که بالاخره از زمین، از نیروهای روزمینی هم آماده به کار داشتن که بحث نفوذ رو میفرمایید؟ نه بحث تعداد افرادی که بتونن از توی خیابون بریزن و آماده باشن برای چنج رژیم چنج و تغییر. خب این همه چیز آماده بود و تصور میکردن که با دو داخلی رو فرمودید دیگه. با 2 تا اتفاق اینجوری حتما مردم هم میریزن تو خیابون، مردمی که اینقدر عصبانی هن. ولی خب نماز جمعه پس فرداش که اتفاق افتاد و مردم ریختن تو خیابون، واقعا یاد نماز جمعه های اول انقلاب که ما میرفتیم دیگه، حالا نمیریم. اون موقع که میرفتیم نماز جمعه تا در میدون طالقانی و اینا جمعیت بود، یاد اون موقع میافتادن. اینا همون کسایی بودن که تو کیفاشون هم ممکنه برگه های حجاب یا توقف ماشین یا تحقیرهایی که توی ماجراهای مختلف شده بودن همونا بودن. نماز جمعه رو خیلی خوب دیدید شما. بله همونا بودن که آمدن و این اون اتفاقی بود که اصلی ترین مسئله این. البته خب ببینید مهم اینه که نگهداری بشه. این اتفاق شعار الان. پس فردا سال دیگه انتخابات داریم. آیا تو انتخابات آینده اینا میمونن؟ امروز رهبران رو همین موضوع تاکید کردن که این وحدت رو حفظ بکنیم. باید نگه داشتی، باید زمینه داشته باشه. این رای تلویزیون ببین انگشت تو چشم مردم نکنه. اصلا نمیخواد حمایت بکنه. آقای مجری تلویزیون آمده چیز زده که آقا ما فلانی و فلانی و فلانی و ابطحی و فلانی رو هم یه سری آوردیم تلویزیون، دیگه چی میخواید؟ مثل اینکه ملک باباشونه. خب حالا خیلی لطف کردن، منت گذاشتن که مثلا دیدن. اونم بعدم توی این راه تلویزیونی که آسیب اینجوری دید، مورد حمله قرار گرفت. این بچه‌های راه تلویزیون بیچاره‌ها خیلی ظلمه بهشون که یکی بیاد اونجا بگه که نمیدونم ناف ترامپ رو ما داریم میخوام بزنیم، یکی دیگه بیاد بگه که ما
حرفای تحریک آمیز اضطراب آفرین بیاد بزنه. حالا تو همین چند روز هم همه رو آوردن، یعنی به همه تریبون دادن دیگه. اینا رو مثلا اونا رو خیلی لطف کردن. اتفاق خوبی بود به نظرتون یا نه؟ ببین این اتفاق باید بیفته. ببین اون یه آدمی که باید ادامه داشته باشه. نه اصلا باید یه قانون بشه. یعنی خیلی اون آدمی که من این رو سمبولیک میگم، اون آدمی که منت گذاشت به 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 ما آقای فلانی رو بهش 10 دقیقه وقت دادیم. خب مملکت مال عمت این صدا سیما که حالا لطف کردی 10 دقیقه وقت دادیم. ما یه 2 ساعت به شما وقت دادیم آقا، با هم صحبت کنیم. لطف کردی شما. ارزان البته حالا میخوام بگم که نظر مجری با عملکرد کلی اصلا متفاوت باشه مقداری. ممکن مهمترین دستاوردش این باشه. من یعنی معتقدم که همین انسجامی تو مردمه و این مهمترین دستاورد رو باید نگه داشت. و نگهداریش هم میگن بالاخره به این مردم فهموند یه چیزایی هست. ببینید ما برای وحدت و انسجام ملی حرف میزنیم، توی کارتابلامون کار میکنیم، مدیران کشور کار میکنن، انصافا هم مدیران اجرایی به خصوص خیلی خوب کار کردن. نمیدونم تو این جنگ کمبود اتفاق نیفتاد، ارزاق در دسترس بود. خب اینا خیلی چیز مهمی بود توی این جنگ اتفاق افتاد. اما این مردم یه چیزی باید ببینن که متوجه بشن که آیا این انسجام مقبوله یا این انسجام میمونه یا نمیمونه. آقا قبول داری که دو طرف طیف، چه اصولگرا چه اصلاح طرف، فرقی نمیکنه، به نوعی به دنبال این هستن که از این دستاورد اتحاده خلاصه بهره برداری سیاسی خودشون رو بکنن. اصلا بهره برداری کار ندارم. بهره برداری کار ندارم، مهم محتواست. اینه که بحث اصلاح طلب اصولگرا نیست توی کار. بحث اینه که مردم الان اصلاح طلب که مردم خب چجوری باید بهشون فهمون که ما شما رو ارج میذاریم با این. من مثلا یک چیزی که تو 2 تا جلسه این روزا داشتن هر وقت بحرانی میشه جلساتی تشکیل میشه که ما هم دعوت میشیم، فقط همین دورانای بحران بعدش خوب میشه و بعد باز ما بریم خونمون. بعد این حالا الحمدلله از اون روزایی است که این ور دعوت میشه. بعد بحران رو میگیم بحران جمع کنه دیگه آقا، برام دعوتمون. توی این فضاها و اینا میگم که مثلا اگه الان از لحاظ امنیتی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی آقای پزشکیان استفاده بکنه از قدرتش، با 4 نفر توی شورای فضای مجازی فقط مهم نباشن، بگه آقا این رسانه ارتباطی مردم این رفع فیلتر شد کلا. خب بدونید چی میشه؟ مهم این نیستش که شاید این مشکلات اصلی نباشه ها، از نظر چیز میگیم مثل مسکن شاید عمل بکنه این قضیه. نه ببین به احترام به مردم، به انسجامه. وقت اونم کی چند میلیون ما آدم درگیر این موضوع اسمارت فون ها داریم، از دوران دبستان شروع میشه تا پیرمرد. من عدد ندارم بگم چند میلیون و عادتم ندارم، ولی میدونم 10 میلیون آدم درگیر اینن که صبحی که میخوام برن بشینن کاراشونو بکنن این انگشتر رو باید بزنن رو کلیدی وی پی ان. یعنی تهش یک نیمچه فوشی به حکومت دادنه. خب اینا میگم یکی از مواردی که میتونه به ملت بگه که آقا یه نکته هم که البته شاید وجود داشته، البته از نظر امنیتی هم حتی از لحاظ امنیتی هم همینو میگن که شما وقتی که فیلترینگ و با وی پی ان میرین، اگه وی پی ان نبود حرف شما درست بود، اما با وی پی ان میری اصلا حتی نمیتونی بفهمی که از کدوم کشور هست تا بتونی از لحاظ امنیتی مراقبت کنی. بعضی از اینا واقعا از لحاظ امنیتی واقعا باگ داشت دیگه، مثل واتساپ که خب میگم باید برن باگا رو پیدا بکنن. یعنی مثلا ببینین الان تو تکنولوژی دنیا لغت مهمه، نمیدونم بعدم تو به خواهر برادر شما بچه که احتمال نداری، خواهر برادر شما بچه 1 ساله دارم یا پسر شما نوه بنده، خب اینا وی پی ان که دستش باشه یعنی همه جا میتونه بری، ولی شما میتونی یک سری سایت ها رو مثلا اخلاقی ها رو برداری ممنوع کنی. اما وقتی وی پی ان بدی دستش، من میخوام بگم که کمی مردم هم احتیاج دارن به این که یک مهربانی رو حس کنن. خیلی موقعیت مهمیه برای این کار. ما تو این چند روز مثل مواقع بحرانی دیگه شاهد فعالیت گسترده خیلی از این شبکه‌های خارج نشین بودیم. حالا اسم هم که نمیاریم که حالا خیلی هم حالا مثلا اینترنشنال حالا بخوایم مثلا اشاره بکنیم. اسم بیارین ایری مردم شنیدن اسمش. آره. نه ما می‌خواستیم حالا خیلی چون به رسمیت که نمی‌شناسیمشون کلا سر تا پاشونو. عرضم به خدمتتون که واقعا به نظر میرسه نقش پیاده نظام رو بازی کردن توی این
12 روز واقعا دلسوز مردم هستن آقا. اصل اینکه اینا در حقیقت نیروی مکمل اسرائیل بودن هیچ تردیدی توش نیست. موافقید پس با این گزارش؟ بله قربان، یعنی نمیتونه کسی موافق نباشه. یه دقیقه ببینه اون شبکه‌ها رو اینجوری میفهمه. اما کمترین تأثیر اجتماعی رو توی این جنگ این رسانه‌هایی که بیشترین حمایت رو از اسرائیل می‌کردن کمترین تأثیر اجتماعی رو گذاشتن. یعنی تأثیرشون خیلی ندیدید شما تو این چند روز؟ نه دیگه، اگه بود تو عملاً تو جامعه بالاخره تأثیر می‌ذاشت دیگه. یعنی عملاً اون شب توقع می‌رفتش که مثلا یه 10,000 نفر آدم بریزن تو خیابون بگن حکومت باید عوض بشه دیگه. به جاش ریختن تو نماز جمعه با اون جمعیت. یعنی میگید مرجعیتش رو از دست داده؟ این رسانه‌ها مرجعیتش رو از دست دادن؟ نمیفهم. وقتی یه کسی مزدور بر اساسی که مصالح رو نمیفهمه، مزدوره، میگن که خب الان باید به نام حمایت از اسرائیل باشه. تو جامعه‌ای که داره بالا سرش میبینه که هواپیمای اسرائیلی از اون ور دنیا بلند شدن آمدن اینجا دارن میزنن، حالا هر کی باشه هر جا باشه، بالاخره این وضعیتی که توی کشور درست کردن، خب این طبیعیه که نمیره پشت سر اون. شاید خیلی از سیاستمداران باور نمیکردن که ملت اینجور انسجام پیدا بکنن و کردن، و این نشانه اینه که کمترین قدرت تاثیرگذاری رو در این جنگ داشتن. آقا جنگ 12 روزه به یک نوعی اثبات کرد لزوم داشتن موشک رو، لزوم توجه داشتن به صنعت موشکی رو، یا سیاست‌های منطقه‌ای رو که با هم بحثم کردیم سرش. یه شعاری داده میشد به ویژه سال 88، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. این شعار درست بود به نظرتون؟ میتونی بگی کی این شعار داد؟ در سال 88 هم تیفای شما در خیابون دیگه. کی داد؟ یعنی یک آدمی میتونه اسم بیاری، یک نفر یه آدم سرشناس میتونه اسم بیاری که صاحب نظر بوده باشه، صاحب مکتب بوده باشه، در اصلاح طلبها مطرح باشه. طرفداران جنبش سبز در سال 88 کسی داد یا نداد؟ نه، طرفداران جنبش سبز در سال 88. نمیدونم، حکومت هم خیلی فحشای بدی دادن تو این سالا. چه ربطی داره؟ ببین شما میگی اصلاح طلبها، پس شما مخالف من میگم که یه نفر پیدا بکن. نه شما مخالف این شعار بودید یا نه؟ شما یه نفر پیدا بکن شعار داده باشه. شما مخالف اینی که مثلا بگن که پسر ابوی شما تروریسته؟ خب میگن دیگه. خب میگن، چه ربطی داره که از تو بپرسن که آقا با تروریسم موافقی یا مخالفی؟ خب بالاخره یک کسی من میخوام بگم که ببینید اینا اتفاقات سیاسیه، تو دعوای سیاسی مطرح میکنن. هیچ کس هم نگفته. آقای مهندس موسوی گفت نه غزه نه لبنان، آقای کروبی گفت، مهندس موسوی، آقای خاتمی گفت. کدومشون گفتن؟ اینا مگه سلام اصلاح طلبان نیستن؟ مخالف بودن؟ نه گفتن، مخالفتشون هم اعلام نکردن. همچه شعاری رو گفتن. شما الان مخالفت رو با گرونی ماست چرا اعلام نمی‌کنی؟ گرونی ماست گوشت. آقا ما از من این تریبون اعلام می‌کنم مخالفه گرونی گوشت. من می‌خوام بگم که این چیزی که ربطی به من نداره، مرغ لوبیا همه چی هست. نه حالا شروعش نکن. میگم یه چیزی که ربطی به من نداره تکذیبش چیه؟ حجت الاسلام محمد علی ابتهی با این شعار مخالف بود یا موافق بود؟ این شعار کی داده؟ طرفداران جنبش سبز. کجا؟ روز قدس سال 88. کی بودن؟ من میگم این دو نفر آدم های از طرف اصولگراها فرستادن وسط، رفته این حرف ممکن زده باشه. مخالف بودید دیگه. معلومه که مخالف بودیم. ما هم ما همین میگفتیم. نه ببین تو میخوای 88 رو کلش رو منکوب کنی به اینکه اونا طرفدار سوال کردن. راجب اینا طرفدار این شعار بودن. من میخوام بگم قربانت هیچ کسی از بزرگان اصلاح طلبی در طول این مدت طرفدار این شعار نبود. چرا مخالفت نکردن علنی؟ خاطر اینکه طرفدار نبودن. اگه کسی طرفداری بود مخالفت میکرد. کسی که مخالف نبود مثلا من یه جریانی به اسم طرفداری از صبح بلند شم بیام اینجا با همه نظراتی که مخالفم بشینم بگی تو اگر چیز نیستی چرا امروز مخالفت نمیکنی؟ خب من نبود، به خاطر که به اون ربطی نداشته که مخالفت کنه. من میگم به اصلاحات ربطی نداشته. ضمن اینکه ما میگیم غزه و لبنان یک سیاست کلانی بود که مطرح بود، ولی جانم فدای ایران چیزیه که میتونست بسیار پررنگتر باشه به جایی که امسال پررنگ بشه. اون بخش جانم فدای ایران واقعا نکته مهمیه. 100% کسی شکی تو این قضیه آخه تو میخوای بگی که نه اینا به اون دو تا جمله قبلیش هم مربوطه. نه اینجور نیست. جانم فدای ایران اتفاقیه که امسال رهبری محمود کریمی صدا می‌زنن میگن که برو ایران بخون.
در حالی که مجموعه تبلیغات این بود که این اسلامیت در برابر ایرانیته. کی تبلیغ می‌کرد؟ همونو که چرا تکذیب نکردیم پس شما؟ تکذیب می‌کنیم آقا. هر کس میخواد اسلامیت رو در مغز این تریبون بابا عملاً هر کی میخواد اسلامیت در برابر ایرانیت ما تکذیب عملاً اینجوری بود دیگه. عملاً این که اتفاق ما که تعارف ندیدیم، ما چیزی تکذیب مهمی شما رو که نمیگم که من حالا به هر حال دیگه میگم گفتید شما خطاب من چند تا برنامه راجع به ایرانیت درست کردین خیلی قبل از این اتفاقات خیلی ما سر مسائل مختلف حوادث مختلف نه راجع به بحث خود ایران. خب من میخوام بگم که چرا الان یه اتفاق مهمی تلقی شد وقتی رهبری فرمودن. اتفاق مهمی تلقی شد دیگه، دنیا، ایران همه روش تحلیل کردن. به خاطر اینکه 4 تا آدم توی رسانه‌های مختلف اینقدر دین مالی کردند همه چیز رو و اسلامی کردن که هر کسی توی این مملکت، اکثر جوانایی که زده شدن از دین به خاطر این کثرت سوء استفاده از دین مالی چی آقا بتونی؟ دین مالی همون چی که میدونی. عرضم به خدمتتون که پس مهندس موسوی، آقای خاتمی، شما و اینا با این شعار نه غزه نه لبنان مخالف بودید. پس شما یه نفر اینا اگه گفته بودن بعد من نظر میدادم راجع بهش. خب بسیار. یه فیلم بچه‌ها می‌خوایم رو وال ببینیم ما هم اگه موافق باشید. اینجا بشیم می‌خوام بهشون بگم. نه این رو ویدیو والا. پلی بکه یا رو واله بچه‌ها؟ بله شعاری بود که ببینید اینقدر کینه ورزانه رفتار میشه که 16 سال از 88 گذشته یه چیزی که هیچ دلیل تو این آدمان که دیدین هیچ کدومشون آدم سرشناسی نبودن که اینجا بودن. شما هم زیرش نوشتین که نه غزه نه لبنان. ممکن 10 نفر آدم پیدا کنین که بفرستین توش بگن که نه غزه نه لبنان. من میخوام بگم که این کینه ورزی با انسجام ملی جور در نمیاد. کینه ورزی این که اولین روزهای بعد از قضیه جنگ، روز دوم آقای خاتمی یه بیانیه مفصل میده در محکوم کردن این چیز، تلویزیون نمیخونه، در حالی که باید همه دنیا اگر باشه یک نفری که مورد قبول مردمه و دوستش دارن و اینا، اونم تو وسط جنگ میاد یه بیانیه میده، تیتر خبر میبرنش. خب اینا همون کینه ورزی است که مملکت رو نابود کرده. هنوز هم شماها دارین ادامهش میدید. آقا ما گفتیم که شعاری داده شد که شعار اینقدر براتون مهم بود که رفتیم براش تیزر درست کردیم. نه تیما که ما که درست نکردیم، خدا وکیل این سرچ تو اینترنت میاد، این اصلا خیلی کار سختی نیست. عرضم به خدمت میگم این جمله من دقت نکردین که شاید به نظر شما هم قطعا همینه که خلاف شاید مسائل امنیت ملی بود، شاید الان هزار تا اتفاق دیگه. شما توی مثلا دانشگاه شریف چقدر شعار دادن علیه رهبری و نظام؟ کار بدی بودین. خب شماها کردین؟ نه اون بدتر بود یا اینا؟ بالاخره میخوام بگم اونا رو نمیرین بیارین که به خاطر اینکه کینه ورزی دارید نسبت نه شخص شماها، کینه ورزی دارید به یک ماجرایی به نام 88 و این کینه ورزی خیلی مملکت رو نابود کرده. من میخوام بگم که الان یه چهره مثل آقای خاتمی 15 سال ازش هیچ کس اسم نمیاره، در حالی که تو جنگ تحمیلی تمام دنیا پیام اونو بردن چیز. خب اینو نشونی که اصلا 88 نبود آقا، انسجام نیست. اون سیاست فقط اون شعاره رو ما داشتیم روش بحث می‌کردیم که حالا شما گفتید که ما هیچ کدوم قبول نداشتیم و درست نبود. من نگفتم اینو، گفتم هیچ کدوم نگفتیم همچین شعاری رو. گفتید 100% غلط بوده دیگه. گفتم هیچ کدوم این شعار رو نگفتیم، یه دروغیه داره میبندین به مجموعه اصلاح طلبا. نه گفتید 100% خب میگم چرا دروغ میبندین؟ خب دروغ به چی میبندیم؟ به اصلاح طلبا. من سوال کردم آقا، من گفتم شما گفتم این شعاری از هم طیفان اصولگرایان چرا با رهبری نظام مخالفن؟ با رهبری نظام مخالفن چون توی یک از این جلسات صحبت کنه آقا، من که اصولگرا نیستم. سپاه چرا با رهبری مخالفه؟ کجا مخالفه؟ میگم 2-3 نفر سپاهی رو من میشناسم که مخالفت کردن توی خود اتاق.
خب از خود این سپاهیان همینه بپرسید دیگه. میگم این اینه. شما نباید بگی که اصلاح طلبات گفتن نه غزه نه لبنان، ولی خود سپاهیان موضعشون مشخصه نسبت به خب میگم دیگه رهبری دیگه. یعنی اگرم کسی از داخل سپاه کسی من بیاد بگم که سیاست نظام زیر سوال ببره، خود سپاهیان خود سیاسی جناحیه که نه غزه نه لبنان 1388 رو بعد از گذشت 16 سال تیزر براش درست میکنین، ولی هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که یکی از رهبران دست دوم سوم اصلاح طلبان هم اینو گفته. و سوال شما شروع شد وکیلی اصلا با تیزر ما اصلا درست نکردیم. سوال شما با این شروع شد که اصلاح طلبان در 88 گفتن نه غزه نه لبنان. ما اصلا اسم اصلاح طلبان رو اسم اصلاح طلبان آوردیم. اصلا پلی بک بزنیم ببینیم. ما تیزر درست نکردیم. یعنی یه سرچ بکنید نه غزه نه لبنان خیلی چیزا اگه سرچ کنیم میاد. چی میاد دیگه؟ عرضم به خدمتتون که آقا یه سیاستی به صراحت اعلام شد از سوی رژیم صهیونیستی و سردمداران رژیم صهیونیستی و اون هم بحث لیبی سازی ایران بود و پیاده سازی مدل لیبی. اساساً تجزیه ایران و اجرای مدلی که در سوریه و لیبی پیاده شد در ایران هم ممکنه و اصلا طرف مقابل چقدر در این زمینه عزم داره به نظرش؟ نه اصلا من معتقد نیستم که چنین چیزی ممکنه. در ایران. چرا؟ اولا در مورد لیبی مردم لیبی قیام کردن و این نبود که کسی از بیرون بیان حمله کنن بهشون. مردم در بهار عربی به کشورهای مختلف که چیز شد، مردم لیبی حمله کردن به قذافی هم خب یه دیکتاتور بزرگ توی منطقه خودش بود و توی ایران اگر می‌خواست این اتفاق بیفته میگم همون 1401 و 403 میافتاد. ناتو به لیبی حمله کرد دیگه. بعدش بعد همون حین حمله کردن زیر بعد از اینکه چیز شد، بعد از اینکه قذافی رفت گم شد و بعد دوباره نمیدونم قرار شد که مردم تو خیابونای سر آمدن و اینا. این یک. نکته دوم این که سوریه هم باز میگم یک اتفاق داخلی بود، که از داخل بخش خودشون آمدن و اساساً اینا هم یه اشتباهی من فکر میکنم یه غلطی کردن. روزای اول گفتن که لیبی سازی رو هم آمریکایی‌ها هیچ وقت نگفتن. نتانیاهو گفت دیگه. نتانیاهو گفت و بعدم دیگه تکرار نکردن چون میدونستن که اینجا لیبی نمیشه و دلیلش هم همین مردمه. بازم همین اتفاقی که یعنی حضور مردم اونجا برعکس بود. مردم روز به روز توی خیابونا بیشتر میریختن که بلند شد قذافی رفت تو سرت منطقه خودش و اونجا هم ریختن تو بیرون. ولی اینجا مردم درست نقطه مقابلش بودن، خیلی هوشمندانه رفتار کردن و همین دلیل لیبی و چیز من فکر میکنم خودشون هم فهمیدن که دیگه این حرف چرندی بود زدن. حمله موشکی به پایگاه العدید قطر، نظرتون چیه در خصوص این حمله؟ این تنبیه کافی بود واقعا یا اینکه یه جنگ مخلوط با سیاسته و یه توافقات پشت پرده‌ای هم توش اتفاق میفته و وقتی که دو طرف بخوان جنگ تموم بشه با هم دیگه یک توافقای سطح بالایی دارن و معلومه که ایران بدون اینکه جواب حمله آمریکا رو بده، اگر جواب حمله آمریکا رو نمیداد از نظر اجتماعی براش خیلی ضعف بود و خوب بود که این جواب داد. درست بود. پس اصل این اتفاق اصلش بله. بیشتر نباید انجام میشد نظرتون؟ دیگه اونا رو باید رهبری سران نظامی اینا تصمیم بگیرن. یه موضوعی مطرح میشد تو این روزها، تو همون روزهای جنگ و اون هم سیاست بستن تنگه هرمز بود که گفتم با عنوان ابزار فشار استفاده بکنیم علیه شرارت‌های طرف مقابل. چقدر این سیاست به نظرتون میتونه یک عامل بازدارنده باشه؟ از اول از تو جنگ ایران و عراق که من مدیر رادیو بودم و اون موقع همش تو تبلیغات جنگ بودم، از اول تو اون موقع مطرح بود و تا الان هم یه عده هستن که متولی بستن تنگه هرمز هستن. یعنی هر روز صبح که بلند میشن یه دور تنگه هرمز رو میبندن، باز دوباره باز میشه. این سیاست قابل عملی نیست. چرا؟
مگر در یک بحران بسیار شدیدی، به خاطر اینکه در حقیقت همه مردم دنیا رو بسیج میکنه، همه مردم رو ببخشید همه دولت‌های دنیا رو بسیج میکنه. منافع یک کشور و دو کشور اینجا نیست، منافع همه مردم دنیاست و بعد توی جنگ با همه دنیا معلوم نیست که چیز خوبی باشه خودمون رو وارد کنیم. حالا اگر شاید مثلا این نقطه‌ای برسیم که واقعا نیاز باشه بهش، باز هم نمیتونه من گفتم موقعی که خدای نکرده ایران سقوط بخواد بکنه به معنی واقعیش، خب از اونا مهمتر کشورهای منطقه، یعنی از تنگه خلیج بستن هم یعنی اتفاقاتی که به صورت طبیعی احتمالاً تو کشورهای و از دلایل بزرگی هم که این جنگ ادامه پیدا نکرد، همین یکیش کشورهای منطقه بودن، خاطر آسیب سنگینی که میبینن. بسیار عالی. بس دیگه ها. سلامت باشید. به عنوان جنبندی نکته پایانی اگر که فکر کنید ما به چیز نپرداختیم، شما خودتون دوست دارید بپردازید بهش، راجع به دولت و وضع موجود و اینا میخواین صحبت داشته باشید؟ ببینید من میخوام بگم که اولا چیزی که نیاز داره، من خیلی توصیه دارم، این که الان وظایف مدیریتی کشور در سطوح مختلف از تعلیق در آوردن جامعه است. جامعه متوقفه، درسته که الان جنگ نیست، اما با جامعه کسی حرف نمیزنه که چی میخواد بشه. توی این سفارتخونه ها بهتر میدونن که چی میخواد بشه تا مردم عمومی، افکار عمومی. واقعا از نظر رسانی ضعیفه. ما مثلا معتقدم که حالا این آقای پزشکیان به جایی که این ورور بره و این حرفا اینا بره، دو روز سه روز بار بیاد بشینه قشنگ با مردم حرف بزنه، بگه ما داریم چیکار میکنیم. غریبه ها که میدونن چیکار میخوام بکنن، باهاشون پیام داره رد و بدل میشه، ولی مردم ایران رو خبر ندارن. این اولا معتقدم که باید از تعلیق در بیارن و از تعلیق در آوردن با حرف زدنه. حالا شما دیدشون بهشون بگین دیگه، چون میگم دیگه دارم میگم، حالا به شما هم دارم میگم، به اونجا هم گفتم. نکته دوم این که برای آینده حفاظت از این انسجام ملی باید برنامه داشت. حالا چه در صورت جنگ چه در صورت عدم جنگ. مهم اینه که خود منم با همین جمله تعلیق رو اضافه کردم، چه در صورت جنگ چه در صورت عدم جنگ. اما واقعیت اینه که باید جامعه حس کنه که روال زندگی درش جاریه و این رو مدیران کشور میتونن. سوم این که همونجوری که اشاره کردم تو صحبتام، این انسجام ملی حفاظتش به اینه که جامعه حس کنه که یک نوع آشتی با اون جامعه داره شکل میگیره. حالا آشتیش چه میخواد، مثلا به صورت فرض کنید رفع فیلترینگ باشه، آشتیش به صورت آزادی زندانیان باشه، آشتیش به صورت عفو همه کسانی که توی این ماجرا در خارج از کشور با اسرائیل مخالفت کردن باشه، نمیدونم ارزاق رو مراقبت بکنن نسبت به آینده. و این و از همه مهمتر این که من شخصا اولا درود میفرستم به روان پاک شهدای این جنگ، چه شهدای خیابان و کوچه و مردم عادی و چه فرماندهان قوی. و این خب خیلی نکته مهمی بود که مثلا شب اول جنگ فرمانده موشکی ایران ترور میشه، ولی از فردا عصرش موشکی ایران با همون قدرت داره میره جلو. و اینکه افراد که این در حقیقت فرماندهان کلاس های آموزشی برای آیندگان نظامی کشور هم انگار داشتن که بتونن اونا کمک بکنن و به روح پرفتوح همشون من درود میفرستم و میدونم ملت قدردان این دفاع هستن و قدردان به هم ریختن برنامه دشمن. بسیار عالی. حاج آقای عبدی خیلی ممنونیم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید. من عذرخواهی میکنم اگر اذیتتون کردیم. نه هیچ ما اذیت نشید. این گفتگو سلامت بشید. تشکر میکنیم از شما همراهان همیشگی SNN TV. ما رو دنبال بکنید در فضای مجازی و امیدواریم که گفتگوهامون مورد توجهتون قرار گرفته باشه. منتظر سوژه ها، انتقادات و پیشنهاداتتون نسبت به ادامه روند برنامه ها هم هستیم. خیلی مخلصیم. ارادت داریم. یا علی مدد.